سوالی دارم. من مسافرکش هستم. اگر سحر بعد نماز ماشین را با سرعت بلند حی کنی و در راه به صدمه دچار شوی، آیا شهید میشوی یا نه؟ این برادر سوال کرده است که من مسافرکش هستم. در راه ها وقتی که سرعت حرکت ماشین زیاد میکنم، اگر مبادا به صدمه دچار شوم و هلاک شوم، آیا شهید میشوم یا نه؟ نه برادر. اگر شما را قهر نکند شما حرام میمرین. باور کنید. زیرا که این مثل خودکشی هست. این مثل خودکشی هست. برای شما جایز نیست که در راه به سرعت بلند شما ماشین را حی کنید. زیرا که تو میدانی که سرعت بلند ماشین، این ماشین در اختیار تو نیست. وقتی تو با سرعت بلند این را حی میکنی، تو یقین میدانی که عاقبت این به یگان بلای تو را دچار میکند. تو پیشگیری دیگر کرده نمیتوانی. امروز اکثر همین صدمه هایی که در راه رخ میدهند همه از سرعت تیز حرکت کردن همین راننده ها هست. برادر عزتمند، به زمان که تو خودکشی، باز 4 آدم دیگری که در داخل داری ذمه خون اونها هم در گردن توست. اینو فراموش نکن. تو اونها را گویا که قصداً کشتی، قتل کردی. و بعضی برادرایی که مثال در همون ماشین ها نشستگی هستین، تکلیف نکنین راننده ها را که تیز حی کنند. عاقبت تیز حی کردن پیغمبر این 1500 سال پیش برای ما و شما گفت العجلة من الشیطان. سراسیمگی خودش از شیطان است. شما کار شیطان را پیش برده ایستادین، چگونه شهید میشوید؟ ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان رحیما. سوره نساء خدا میگه نفس های خودتان از شما نکشید. خدای شما به شما مهربان است. من یک قصه را از حدیث های پیغمبر خدا که در بخاری، صحیح بخاری روایت میکنند کتابت کردم، گوش اندازین. آدمی که خودکش، چی همین انسانی که راننده ای که تیز حرکت میکند و هلاکت در دچار میشود، چی آدمی خودکش، هر دیگر حکم دارد. كان في من قبلكم رجل به جرح فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات فقال الله بادرني عبدي بنفسي فحرمت عليه الجنة. پیغمبر خدا گفتند در زمانهای پیش، پیغمبر ما و شما نقل کرده ایستاده است بین صحابه، در زمانهای پیش یک مرد بود که در یک محاربه اشتراک کرد و زخمدار شد. همین زخم بسیار وی دقت میداد، غم میداد، از جای خود خیسته نمیتوانست، مجروح بود، احوالش خیلی بد بود. در دلش همین زندگی زد، نخواست دیگر حیات. کار در گرفت و همین رنگ کلانی که در بین دست است میگد همین برید و به همین چکار کرد؟ هلاک شد. خداوند با پیغمبر همون زمانه خبر داد که بادرنی عبدی به نفسی، این بنده من برای از دنیا گذشتن پیش از آن که تقدیر بالای آن بیاید، این یک سرعت تیز برای خود اختیار کرد. یعنی پیش از مهلت خودش را کشت. فحرمت علیه الجنه، از این خاطر من بر این بنده جنت را حرام گردانیدم. برای انسانی که نخواست دیگر حیات و مشقت بالای خود روا ندید و خواست که تیزتر از دنیا بگذرد، من بر این کس چیکار کردم؟ مادامی که خودش کشت، من برای این جنت را حرام گردانیدم. برادرای عزتمند، آدمی مسافری که در راه، راننده هایی که در راه حی میکنین، خیلی با احتیاط باشین، خیلی با احتیاط باشین، زیرا در زیر این حدیث پیغمبر خدا شما وارد نشوید.